امروز قراره یاد بگیریم که چطور یک کلاه نمدی منحصر به فرد بدوزیم. در این ویدیو گام به گام با هم این هنر زیبا رو یاد میگیریم. فقط کافیه با ما همراه باشید. قبل از اینکه دست به نخ و سوزن بشیم باید بدونیم چه وسایلی نیاز داریم تا کلاه نمدی زیبامون رو بدوزیم. از همه مهمتر نمدهای رنگی مناسب کلاهمونه. متریا گونیا، قیچی نمدبری در سایزهای مختلفی در فروشگاه ها موجوده. خودکار حرارتی که راحت با اتو پاک میشه از روی نمدها. از گچم میتونیم استفاده کنیم. قرقره های رنگین و چسب دو طرفه. میریم شروع میکنیم الگو کشی رو روی پارچه های نمدی. میریم سراغ الگو کشیدن. میتونیم از الگوهای آماده که در فروشگاه ها موجود استفاده کنیم، در سایزهای مختلفی هست، یا از الگوهایی که من استفاده میکنم. آخر ویدیو عکسشو میذارم، میتونید اسکرین شات بگیرین و الگوها رو بکشین. یا میتونیم یه دونه کلاه بیاریم از روش الگو برداری کنیم با پلاستیک. اگه الگو برداری با پلاستیک رو بلد نیستین، تو پست بعدی آموزش کاملش رو میگذارم. میریم سراغ الگو کشیدن. اولین قسمتش که الگو میکشیم کلاه الگو. قسمت کلاه الگو میکشیم. هم میتونیم از خودکار حرارتی استفاده کنیم، هم از هیچ فرقی نداره. 4 تا از این الگومون میکشیم. یه دونه با خودکار حرارتی اول میکشم که راحت با اتو پاک میشه. بعدی رو با گچ میکشم که هیچ فرقی با هم نداره. برعکس بکشین که پارچه‌تون زیاد اسراف نشه. کنار هم نکشین. یکی از این ور بکشین، یه دونه هم از اون ور بکشین که پارچه زیاد اسراف نشه. یه دونه از این ور. 4 تا از این الگو میکشین. جلوی کلاهمونه. چهار تا از این الگو کشیم. 2 تا از این الگو که این قسمتش چسب میخوره که راحت کلاهمون بزرگ یا کوچیک‌تر میشه. 2 تا از این قسمت کلاهمون میکشیم. میرم سراغ نقاب کلاهم. از نقاب کلاهم 2 تا میکشم که نقاب کلاهم محکم بشه. من قد کلاهمو بلندتر گرفتم که یه قسمت رو بزنم داخل. کلاه ها کمی کوچیکن. شما یکم قد، اگه الگو برداری با پلاستیک انجام میدین، حتما یکم قد کلاه رو بلندتر بگیرین که بتونیم یه تیکه از کلاه رو بزنیم داخل که بشه نقاب کلاه هم قشنگ بهش دوخ بزنیم.
2 تا از نقاب کلاه ها در آوردیم. بینیش، میتونین بینیشو بزرگتر کنین، کوچیکتر کنین، سلیقه خودتون. میتونین یکم بزرگترم بینیشو در بیارین، هیچ فرقی نداره. بزرگتر کوچیکیش به سلیقه خودتونه. از گوشمونم 4 تا در میاریم که گوشمون کلوف بشه و قشنگ وایسه. من یه دونشو میکشم، بقیه رو بعدن میکشم. میرم رنگ بعدی که آبی کم رنگه. 4 تا از این گوش پس بعدن میکشیم. میرم سراغ آبی کم رنگ. میتونم با خودکار حرارتی هم بکشم، با گچم بکشم، هیچ فرقی نداره. 2 تا برای چشم کلاهمون. شما میتونید رنگ ها رو تغییر بدین، هیچ اشکالی نداره، پر رنگیش یا کم رنگیش. یه دونم برای نقاب کوچیک. این نقاب رو میتونین بزرگترش کنین، کوچیکترش کنین، بازم سلیقه‌ایه، ولی یه دونه در بیارین، خیلی دیگه نقابمون کلفت نشه. اینم از الگوی آبی کم رنگمون. میرم سراغ صورتی. صورتی هم 2 تا برای داخل گوشش. صورتی منم که تموم شد، میرم سراغ رنگ بعدی. رنگ سفیدمونه که دندونا و چشم کوچیک. دندونا هم سلیقه‌ایه، میتونین بزرگتر، اصلا الگو نکشین، خودتون در بیارین، هیچ مشکلی نداره. دندوناشو بزرگتر کنین، کوچیک‌تر کنین، یا اصلا دندون نداشته باشه، هیچ فرقی نداره. میتونم دندوناشم سلیقه‌ایه. دندوناشم که کشیدیم، میریم برای داخل سفید چشمش. برای سفید چشمش هم 2 تا کوچیک، حالا یا الگو بکشیم یا من این کار کلاهمو بدون الگو 2 تا دایره خودم در آوردم بدون الگو. ولی حالا میتونید شما الگو بکشین که تمیزتر و قشنگتر در بیاد. رنگ سفیدم هم تموم شد و میریم سراغ مشکی که آخرین دونه کارمونه. مشکی رو با دقت در بیارین که چون میاد روی آبی، وقتی قیچیش کنین میاد روی آبی، قشنگ و تمیز باشه. برای قیچی کردنش خیلی دقت کنین. دو تا چشم مشکی و الگو کشیمون تموم شد. همه قطعاتش الگو کشیدیم. میریم سراغ قیچی کردن. فرقی نداره، اگه قیچی نمدبری دارین که از قیچی نمدبری استفاده کنین، اگر نه میتونید از قیچی های ساده خیاطی استفاده کنید. پست بعدی در مورد قیچی کردن و دوخت کلاه زیبامون. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک کن،
سابسکرایب کن و زنگوله رو فشار بده که توی شلوغی های یوتیوب گم نکنی.